دوستای عزیز سلام. به ویدیوی چهارم از آموزش CSS گرید خوش آمدین. ما در قسمت قبلی گرید تمپلیت کالم، گرید تمپلیت رو و فرکشن کار کردیم افار ها که یک واحد نو بود در سیستم گرید و این قسمت میخوایم برم سراغ گرید گپ که او چی است و چی کارهای را انجام میده. به خاطر از این کار میرم ویس کدوم باز میکنم و بودایی که ویدیوهای قبل نوشته کردیم اینا را یک اصلاح کاری میکنم. مثلا میرم این جایی که کامنت کرده بودم پاک میکنم و اینجا هم میگم که تو مثلا 4 ستون قرار بدی که هر کدامش 200 پیکسل باشه و 3 دانه رو باشه که هر کدامش هم مثلا 100 پیکسل و دیگه چیزی نیست. فقط میرم در کدای HTML کدای HTML هم اضافه تر میکنم. مثلا 4 بود ایره 5 میکنم و این پایین 6 ایرم 7 و ایرم 8 که 3 در 4 میشه 3 4 12 که ایرم 9 میکنم. از یک کاپی میگیرم ایره 10 میکنم، از یک کاپی میگیرم ایره 11 میکنم و این آخری رم 12 میکنم. 12 این فاصله بینشان هم پاک میکنم. از اینجا 12 آیتم شد، 4 ستون و 3 سطر. فعلا ما اینجا داریم. این فقط صفحه بسیار زوم شده، زوم اوت شده. این ما سطر که بکنم. اگر خواسته باشیم ما بین از اینا یک فاصله ایجاد کنیم، مثلا این آیتم های ما با هم چسبیده هستند 1 2 3 4 و اما تا آخر اینها با هم چسبیده هستند. اگر بخوایم اینا را یک فاصله بینشان ایجاد کنیم، ما با CSS خالی و با فلکس باکس که توضیح دادیم در اونجا می رفتیم از مارجین استفاده میکردیم. مثلا ما میایم برای آیتم ها میگم که تو یک مارجین بگی، مارجین مثلا 10 پیکسل یک مارجین بگی، یعنی یک فاصله بگی از هم، که اینا یک فاصله مینداختن بین هم دیگر و این رقمی آیتم های ما را از هم جدا میکردن که این یک روش استاندارد در CSS گرید نیست. و این خاطر که ما از روش استانداردش استفاده بکنیم ما میریم از یک چیز دیگه استفاده میکنیم که او را میگیم گرید گپ. و اینجا که میبینیم روی از این یک خط آمده، یعنی که این منسوخ است. ما هنوزم میشه از این استفاده بکنیم ولی روش استانداردش نیست. ولی ما فعلا استفاده میکنیم که گرید گپ مثلا تو بیا یک 20 پیکسل برای از اینا بینشان فاصله ایجاد کن. وقتی که ما این فاصله را ایجاد میکنیم آمد 20 پیکسلی که ما مارجین داده بودیم ایش تغییری نکرد و همو 20 پیکسل ماندگی ما را 30 کنم فاصله هاشون اضافه تر میشه. مثلا ما را 30 پیکسل میکنم و این آمد فاصله ها را بیشتر کرد که ما را در بغل قرار بدیم که را ببینیم، همزمان هم کدای ما را ببینیم و هم بتانیم با کدایمان کار کنیم و هم آوتپوتش را ببینیم. مثلا من اینا را کمتر کنم، ارزش 100 بکنم که 100% یا 150 کنم که واضح تر معلوم شود. 150% یعنی 4 ستون است رقمی و 3 سطر است رقمی. یا ما ایره خواسته باشیم که فاصله ها تنها روی سطرها مثلا ایجاد شود، و ایره کامنت میکنم، میایم از گرید رو گپ استفاده میکنم. گرید و رو و گپ که روی از ایرم خط آمده که یعنی ایرم منسوخ است، میگم 20 پیکسل برای از روی سطرها فاصله ایجاد کن که میایه فاصله میدم. یا همه تو میتونم بجای رو از سطر استفاده از ستون استفاده بکنم. مثلا بگم گرید کالم گپ که آمد روی ستون ها هم فاصله ایجاد کرد. اگر ما فاصله سطرها را کامنت کنم تنها فاصله ستون ها میمانه.
روشی که تازه آمده روشی است که میره کنترل زد کنم، میخواستم کامنت کنم، کافی شد. روش تازه‌ای که آمده ما میتونیم از کالم گپ و رو گپ استفاده بکنیم. مثلا ما میخوایم رو گپ استفاده بکنم، رو گپ میتونم اینجا مثلا 30 پیکسل بگم که بیا بین سطرهای ما فاصله ایجاد کن که میایه روی سطرهای ما فاصله ایجاد میکنه. و یا همونطور میتونم از ایره کامنت میکنم، میتونم از کالم گپ هم استفاده بکنم، کالم گپ و بگم که بیا مثلا 30 پیکسل روی ستون ها فاصله ایجاد کن که میایه روی ستون ها فاصله ایجاد میکنه. ما هر دوی از ایرم میتونم در کنار هم داشته باشم. مثلا ایرم بگم یا روی سطرها و ستون ها فاصله ایجاد کن. و یک روش شارتکت دیگه ای که وجود داره، ما میتونیم تنها از کلمه گپ استفاده بکنیم. مثلا ما بگم بیا اینجا گپ نوشته میکنم، میگم بیا فاصله بینشون بنداز 20 پیکسل. این فاصله را روی سطرها و ستونها انداخت که هم روی محور X است و هم روی محور Y است. اگر خواسته باشم یکی از اینها مثلا متفاوت باشه، روی محور X به می اندازه 20 پیکسل باشه و روی محور Y اندازهش بیشتر باشه، مثلا 40 پیکسل باشه، میتونم اینجا قیمت دومی را براش تعیین بکنم که تو بیا این قیمت روی محور X است و این قیمت روی محور Y است. یعنی این فاصله بین سطرها است و این فاصله بین ستون ها که فاصله بین سطرها را آمد 20 پیکسل تعیین کرد، مثلا من را 10 پیکسل کنم، 10 پیکسل تعیین کرد و فاصله بین ستون ها را 40 پیکسل تعیین کردم. و یا یکی از اینا را میخوایم فاصلهش کم باشه، مثلا 0 باشه، مثلا میگم بین سطرها فاصله 0 باشه، فقط کافی است که این را 0 تعیین بکنم، 0 پیکس یا پیکسش هم هیچ ضرورت نیست، ما میگم 0 و اینجا 40 پیکسل. و یا این را میگم که روی محور X مثلا فاصله را 20 پیکسل تعیین کو و روی محور Y بیا 0 کو، 0. به این صورت ما میتونم اینجا براشان فاصله تعیین بکنم. خب دوستا، ممنون از اینکه ویدیو را لایک میکنین، کامنت میکنین. لطفا چینل ما را سابسکرایب بکنین و به دوستانتان معرفی بکنین. آموزش های بسیار خوبی را اینجا قرار میدیم. حتما هر آموزشی را که شروع میکنیم، پروژه های عملی، مایکرو پروژه ها و مینی پروژه های کوچک هم روش کار میکنیم تا اینکه شما خوب به صورت درست یاد بگیرین. ویدیو را لایک بکنین، کامنت بکنین، اگر سوالی دارین سوالاتتان بپرسین. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.